نمیدونم کسی تجربهش رو داشته که خودش ساکت بشه و اجازه بده تا قلبش صحبت بکنه. چند دقیقه ساکت میشم و حرف دلم رو میگم. خیلی چیزا دوست داشتنی و زیبا و قشنگن. تو کل این دنیا هیچی قشنگتر از ابرایی که میان بالای سرمون قرار میگیرن و به خاطر ما به خودشون فشار میارن تا 2 قطره بارون برای رویش، برای جوانی، برای بهار شدن، برای آبی که توی جوب زندگی ما جاری بشه ببارن وجود نداره. آسمون چه آفتابی باشه چه ابری، دلامون چه غمگین باشه چه شاد، فقط یه چیزه که هویت و اساس داره و اونم روشنایی و نوره که میشه اینا رو دید.